هستند جماعت دیهاتی کوساتراش و دهه خودی کوساتراش است. اینجا به نهایت یک دهه نامدار است در وادی زرافشان. از استعداد نوازندگی، سرایندگی خبردار هستند. ما رو همراهی میکنند. همین بگونیم ما در سر یک پیاله چای همین برادری عزیز قرار داریم. من اولا تشکر و منتداری بیان میکنم که ما رو دعوت کردید به خاندان خود. ما رو همراهی میکنم پگاهی روزی. همین نواری ما عینی حال موافق آمد به هر دوی کانالی که ما پیش برده ایستادیم، هم به صدای کوهستان هم به کانال امید ویدیو. ما پگاه خدا خواهد با عنایت الله علیمزاده سفر میکنیم به سیر کوههای دهه کوساتراش معرفی میکنیم. انا همین دهه رو امشب باشد برای کانال صدای کوهستان کمک زحمت میکشیم، کمک سرود سرایی میکنیم. از استعداد همین برادر عزیز آگاه میشویم. ناگفته نماند که هر کسی که احتیاج پیدا میکند در تویهای خود، در معرکه های خود برای خواننده، برای سراینده، برای نوازنده میتواند که به همین برادر عزیز مراجعت کرده باشد. حاجت شما را برآورده میگردانند. برادر عزیز عنایت الله، ما خوش آمدیم به خاندان شما. شما خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد، خوش آمدید. من فکر میکنم اندکا همین روز ما شما رو مهمانداری میکنید. البته ان شاء الله. خدا خواهد. میخوام اگر سرسخن داشته باشید من مرحمت چی گفتنی دارید؟ اولا شما را بار دیگر به دهه کوستاراش، دهه مهماندار کوستاراش خوش آمدید میگویم. خدماتتون نور دیده تاج سر. و سبب اساسی این هم باشد کانال شما که در یوتیوب من پیگیری میکردم به واسطه و کانال شما سبب شد که من امروز شما را بعد مدتی چند مدتی درازه که من شما را انتظار بودم. تقدیر نصیب بود است امروز شکر خدا به خانه ما تشریف آوردید و از قدوم شما من خیلی منتدارم، سپاسگزارم و خوش آمدید میگویم. بار دیگر قدماتون نور دیده تاج سر واقعا نور صفا آوردید. من باور کنید بسیار تماشا میکنم کانال یوتیوب. به نهایت به من معقول، کانال شما به نهایت به خود من معقول شد، چون که هر سخنی که شما میگویید، هر نواری که شما میکنید، چخیل گویم این ساخته نیست، از تحت دل میبراید، از صدق دل شما که کار میکنید. انشاءالله به شما در این جاده پیشروی ها آرزو مندم و خدا کند که الها کدام استعدادهایی که در پسی پرده هستند با واسطه شما یا اینکه با واسطه دیگر بلاگرها هستند که اونها هم دستگیری میکنن، انشاءالله با میبراید. خدا خواهد انشاءالله امید داریم. و اولین سرودی که من حاضر زمزمه میکنم سرودی مادر برای شخصانی که شکر الله مادری من در قید حیات، برای شخصانی که مادر ندارن و برای اونایی که دور از مادر هستند، برای شخصا برای غریبایی که شاید ما رو تماشا میکنند، برای همه اون کسانی که ما رو تماشا میکنند سپاسگزارم. و یک سرودی مادر من میخوانم، خیلی بعد خودتون بها میده. سلام. مقصد اساسی اون که من شما را برای اینجا دعوت کردم در اون بود که شما با واسطه شما دهه عزیزم کوستاراش زیبایی که ما امروز با انشاءالله نوار میکنید میبینید، دهه زیبایی که ما داریم معرفی کنید با واسطه کانال شما و با واسطه همین دهه شما نیز معرفی شوید. و برای شخصانی که توی دارند و میخواهند که تویشون در سطح عالی، در سطح بلند گذرد، مرحمت شما بهترین نوار بردار هستید، میتوانند که از شما به شما مراجعت نمایند. مقصد اساسی من همین است. سلامت باشید. رفتیم سرودی مادر گوش میکنیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. مهری تو همیشه به زوال آچه، زردالوی بچه در چی حالای آچه، مهری تو همیشه به زوال آچه،
زردالوی بچه در چی حالای آچه انگوری سیاهی گوشهی بامی پدر شه دست به آن دلم کشالای آچه انگوری سیاهی گوشهی بامی پدر شه دست به آن دلم کشالای آچه آن دوره کودکی به یادای آچه آن باغی بریسی در خیالای آچه گر باغ و زمین و مالی بسیارم هست بر باغی پدر دلم کشالای آچه بر باغی پدر دلم کشالای آچه مهری تو همه شب زمانای آچه زردالوی بچه در چی حالای آچه به آچه تمام زندگی پر علمه تا جان شیرین برای یک آچه کم است به آچه تمام زندگی پر علم است تا جان شیرین برای یک آچه کم است از درد و فراق به سینه دو کوهی مزار از گریه من دو دیده الهی غم است از درد و فراق به سینه دو کوهی مزار از گریه من دو دیده الهی غم است در ماتمی تو آچه چی غمناک منم بیچاره به زیر چرخی افلاک منم در ماتمی تو آچه چی غمناک منم بیچاره به زیر چرخی افلاک منم با رفتنی تو نمانده یک مرهمی را تا کی بودم و بعد سرت خاک منم از رفتنی تو نمانده یک مرهمی را خاکی بودم و بعد سرت خاک منم به آچه تمام زندگی پر علم است صد جان شیرین برای یک آچه کم است از درد و فراق به سینه دو کوهی مزار از گریه من دو دیده الهی غم است قسمت زی ازل نوشته بود بر سری من تو مال نبود نوشته بود دری من قسمت زی ازل نوشته بود بر سری من تو مال نبود نوشته بود بر دری من با دستی دعا و مهر با تینتی پا
با دست دعا و مهر با تینتی با آچم به خدا فرشته بود در بری من به آچه تمام زندگی پر علم است صد جان شیرین برای یک آچه کم است از درد و فراق به سینه دو کوهی مزاره از گریه من دو دیده الهی غم است پندت چو قلم به گوش جان من آچد رخساره گرمی تو به من آچد پندت چو قلم به گوش جان من آچد رخساره گرمی تو به من آچد در بخکی وقتی خوابی تو آبکیدم در کاسه نکردی نوش جان من آچد در بخکی رختی خوابی تو آبکیدم در کاسه نکردی نوش جان من آچد از جمعی برم بی حال بی بامی تو بس از پند زمان مزاری آرامی تو بس از جمعی بلندی حال بی بامی تو بس از پندی زمان مزاری آرامی تو بس از نابود حال بودنت سخت و گران از داشته ها شفاعتی نامی تو بس از نابود حال بودنت سخت و گران از داشته ها شفاعتی نامی تو بس به آچه تمام زندگی پر علم صد جان شیرین برای یک آچه کم از درد و فراق به سینه دو کوهی مزار از گریه من تو دیده الهی غم است از گریه من تو دیده الهی غم است سلام حال باشه آفرین این چه گفتید مدل شما در حیات یگان سرودای پدرم تیار دارد یا نه؟ البته سرودی پدر من پدرم که در قید حیات نیستن البته نیستن البته